سرخط خبرهای مهم. ساکنان در ماه مارس چند روز استراحت میکنند. 3 مهاجر تاجیک در عملیات فسب کشته شدند. حماس جسد 4 گروگان از جمله 2 کودک را به اسرائیل داد. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز و برنامه نویدی با امنودی خوش آمدید. امروز جمعه 21 فوریه. فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان میگوید ساکنان تاجیکستان در ماه مارس 15 روز استراحت خواهند کرد. از سببی که بعضی جشن‌ها از جمله روز مادر و جشن نوروز به روزهای غیر کاری رسم می‌آیند، شهروندان در بعضی از روزهای کاری هم استراحت می‌کنند. در اساس قانون درباره روزهای عید اگر جشن رسمی دولتی به روز استراحت یعنی شنبه و یکشنبه رس آید، پس روز کاری بعدی نیز روز استراحت می‌شود. به این ترتیب روز مادر که به روز شنبه رسم می‌آید، ساکنان روزهای 8، 9 و 10 استراحت خواهند داشت. همچنین روزهای رسمی استراحت در نوروز 21، 22، 23 و 24 مارس می باشند. از بس که 22 و 23 مارس روزهای شنبه و یکشنبه هستند، روزهای 25 و 26 مارس نیز استراحت خواهد بود. دوام چند روز اخیر قرب روبل موقع خود را در بازار اسعار تاجیکستان در برابر دلار و یورو محکم کرده ایستاده است. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 123 سومونی مقرر کرده است. این در حالی است که روز جمعه هفته گذشته 1000 روبل با 119 سومونی برابر بود. پایان و بالاروی قرب روبل در تاجیکستان هم یک موضوع مهم است، چون هزارها مهاجر تاجیک مبلغ خود را با روبل به وطن می‌فرستند. به قرب شوی روبل روسی را عادتاً در نوبت اول مهاجران کاری و عائله‌های آنها در تاجیکستان حس می‌کنند. نظامی‌های روسیه به قصد پیدا کردن این مهاجران وارد تالار ورزشی شدند و کودکان را لطوکوب کردند. سامانه خبری خالد می‌نویسد این حادثه روز 13 فوریه در شهر کراسندر روسیه رخ داده است. مادر یکی از کودکان ورزشکار در صحبت با سامانه 93 رو گفته است گروهی نقاب پوش با سلاح به تالار وارد شدند. بعد آنکه پسر وی فرمان روی زمین خواب رفتن را اجرا نکرده است، لگد در شکم و رویش خورده است. والدان تصمیم دارند به سردار کمیته تفتیشاتی روسیه شکایت دست جمع می‌نویسند. خالد نوشته است که نظامی‌ها حجت‌های همه حاضران را که در تالار بودند تفتیش کردند ولی مهاجری غیر قانونی پیدا نکردند. ریدهای نظامی‌های روسیه برای تفتیش مهاجران در یک سال اخیر افزایش یافته است. مقامات روسیه قسمی از مهاجران را جریمه و قسم دیگر را از آن کشور اخراج می‌کنند. سراج‌الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز 13 فوریه در حضور همتای روسش سرگئی لاوروف از شیوه عملیات ضد مهاجران اظهار نگرانی کرده بود. تحقیق نشان داده است که در عملیات امنیتی روسیه در پسکوف 3 مهاجر تاجیک کشته شدند. درباره این عملیات مقامات روسیه روز 13 فوریه همچون پیشگیری از احتمال حمله تروریستی خبر دادند. آنها گفتند 2 زاده آسیای مرکزی هدف داشتند ایستگاه راه آهنی شهر پسکوف را منفجر کنند. با وجود آنکه خدمات فدرالی امنیتی روسیه کشته شدگان را به یک سازمان بین‌المللی تروریستی پیوند داده است، نام این سازمان را اعلام نکرده است. اما مهاجران تاجیک در پسکوف و نزدیکان کشته شدگان در صحبت با خبرنگاران میگرانت میدیا و رادیو آزادی خبر مقامات روسیه را زیر شبهه بردند. گلبهار مرادی گزارش می‌دهد. چندی از مهاجران تاجیک مقیم پسکوف روسیه گفتند همدیاران آنها پرویز رستموف، جاوید جمعه و عزیزجان اعظم قلزاده در عملیات نیروهای امنیتی روسیه در کنار شهر پسکوف کشته شده‌اند. رسانه‌های روسیه گفتند آنها در حال آماده کردن بمب‌های خودساخت برای ترکاندن ایستگاه راه آهن کشته شده‌اند. هم از پای کار بود. هیچکس باورش نمی‌آید که اینها به همین کار دست زدند. خیلی بچه‌های سلیمی بودند، فرقی داشتند از دیگر بچه‌ها. تر و تن گشتند، مدنیتشون. پرویز رستموف از شهر ترسونزاده، جاوید جمعه و عزیزجان اعظم قلزاده از شهر پنجکن بوده در رستوران چایخانه شهر پسکوف کار می‌کردند و بعداً تنها جاوید در اینجا مانده است. عزیزجان در مرکز سودای اکواپولیس به کار رفته، پرویز تاکسی ران شده است. تا این دم پیکری آنها به نزدیکانشان داده نشده است، ولی در زادگاهشان از واقعه خبر دارند. ما در هم مسئله آگاه شدیم، دستور گرفتیم که همه آموزیم کنی سبب‌هاش نتیجه‌اش کی به مسافرت رفتن، با کی همنشین و همخیز بودن، شرایط اولویتشون چه خیلی است، تحصیلات اونها چه خیلی است، فکر و عقیده‌رانی اونها چه خیلی است.
در نوار دیده می شود که نیروهای امنیتی روسیه با سپرها به بورسونسرای در جنگل نزدیک می شوند و در نزد درآمدگاه آن آواز می برآورند که گمانبران سلاح را پرتایند. بعد از این تیر می کشایند. سپس در نوار دیگری که به نوار اول چسبانیده شده است جسد 3 نفر دیده می شود که یکی از آنها گویا سلاح در دست کشته شده است. یک کارشناس که نخواست نامش آشکار شود نوار را نکات شبهه برانگیز دارد گفت. به نظر شخصی من نواربرداری شاید بعد از خود عملیات شده است، زیرا تیراندازی جوابی شنیده نمی شود و ترکش نه پیش از حمله بلکه بعد از آن صدا می دهد. در شبکه‌های اجتماعی روسیه نیز این نوار بحث‌های زیادی را به میان آورده است. بعضی کاربران نوشتند که این فیک قدرتیان است. در بدنها زخم تیر دیده می شود ولی در اطراف آنها خون دیده نمی شود. در صفحه جاوید در شبکه ویکانتکت دیده می شود جاوید که نامش را در روسیه دوید کرده است هنر آشپزیش را با شیرینکاری به نمایش می گذارد. بازاربای اعظم قلزاده کارمند پیشینی شهرداری پنجکین و حالا تکثیران در صحبت به میگرام مدیا روز 17 فوریه گفت پسرش حتی نماز نمی خواند. خبری به حمله تروریستی آمادگی دیدن جوانان تاجیک و کشته شدن آنها باعث شبهه و نگرانی مهاجران تاجیک در شهر پیسکوف شده است. در این شهر چنان تاجیک به ترس آمادگی که حتی به تاکسی هم نمیبرویند از ترس. حتی در این بوران نمیخواهند گپ زنند به واتساپ. چنان ترسو شدگن این ملت تاجیک. این بچه های میگویند که تماما نماز روزه نمیخواندند. اینها رو چخیر بدون خود افتاندند. خودش میدوند. در گذشته نیز خدمات امنیت روسیه بارها گفته است هنگام پیشگیری از حمله تروریستی مهاجران کشته شده اند. چند سال پیش چنین حادثه در ولایت ولادیمیر روی داده بود. 2 برادر در خوابگاهشان کشته شدند. در حمله به تالار کنسرتی کراکوس نیز شهروندان تاجیکستان عیبدار کرده شدند، هرچند شبهه شرکت آنها در این حمله از طرف جامعه تاجیکستان و رسانه‌ها بارها صدا داده است. گروه فلسطینی حماس که در آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است، روز 20 فوریه جسد 4 گروگان هلاک شده اسرائیلی را به صلیب سرخ سپارید. 2 نفر آنها اریل بیباسی 4 ساله و برادر 9 ماهه او کفیر بودند. حماس پیکر مادر این کودکان شیری و یک اسیر کلانسال اودت لیفشیتس را هم به صلیب سرخ داد. همه آنها 7 اکتبر سال 2023 و در جریان حمله حماس به اسرائیل اسیر شدند. یاردن بیباس پدر کودکان هلاک شده پیشتر از سوی حماس آزاد شده بود. او را از زن و فرزندش جدا نگاه می داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این روز را برای کشورش روزی وزنی خواند. گروه حماس هنوز ماه نوامبر سال 2023 اعلام کرده بود که کودکان و مادر آنها در حمله هوایی ارتش اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. در وقت انتقال جسدها نمایندگان حماس بار دیگر اسرائیل را سببگاری هلاک شدن گروگان‌ها گفتند. مقامات اسرائیل تا روزهای اخیر مرگ این گروگان‌ها را تصدیق نمی‌کردند. و بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. فеврали соли 1994 дар тоҷикистон дафтари созмони амнияту ҳамкорӣ дар аврупо боз шуд ки ҳадафи асосияш музоидат дар истиқрори сулҳ, дастёбӣ ба ислоҳоти демократӣ, баргузории интихоботи озоду демократӣ, пуштибонӣ аз низоми бисёрҳизбӣ ва озодии матбуот аст. вале 12 сола баъдаш равобити сиёсии душанбе ва созмони амнияту ҳамкории аврупо бо сабаби фароҳам кардани минбари баробар барои аъзои ҳукумат ва мухолифони ҳукумати тоҷикистон ба сардигароид.
با یک تشبس یونسکو روز 21 فوریه روز بین‌المللی زبان مادری تجلیل می شود. اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد می گوید سواد و معلومات از کودکی بر پایه زبان مادری بنیاد می شود. از این رو دانستن زبان مادری برای همه مردم را تشویق می کند. یک راه بهتر کردن آموزش زبان مادری رشد فناوری ها، سرمایه گذاری به تعلیم و آموزش و تامین برابر حقوقی است. 21 فوریه سال 2014 بعد سالها آمادگی و تلاش مجموعه 6 جلده تاریخ خلق تاجیک چاپ شد که تاریخ تاجیکان را از زمان قدیم تا امروز بازگو می‌کند. تحقیقاتی که از جانب گروهی کلان تاریخ شناسان تاجیک و زیر نظر رحیم مصف نشر شد، بعد تاجیکانی باباجان غفوروف نخستین ارزیابی مفصل و کلان حجم تاریخ ملت به حساب می‌رود. ولی از نظر برخی منقدان در این مجموعه همانا دوران استقلال تاجیکستان به طور پررو و منصفانه فرا گرفته نشده است. بانک ملی خوربی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 123 سومانی، 100 یورو به 1143 سومانی و 100 دلار 1095 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، سپاس که ما را تا این لحظه تماشا کردید. برایتان استراحت خوب آرزو مندیم. خدا نگهدار.